نیست. نرم خویش میکنم. تنها نگذار، همش رو با تو میفهمونم. چی دوست نمیداری او رو؟ از همین سبب بعد یک دو روز توی میکنه. گوش کنید، شما نمیدونید داملازیو بسیار انسانی خوب است، اما چی؟ از همین سبب او رو دوست نمیدارید؟ برای داملا بودنش؟ مگر این خیلی ممکن است؟ من هیچ این خیلی فکر نمی کنم، اما درباره دوست داشتنی داملا باری هم فکر نکردم. از کجا دانم آخر؟ شاید ما موافق نیستیم. این روین موافق نبوده است. یه هفته خونک در گل حالا ایست. تنها این نیست، البته چیزی هست که به شما فهمانده نمیتوانم. این سیر است. سیر؟ چهل سیر؟ سیری آیله داری؟ آخر از دو سر بین من و داملازیا دایم یک مسافه هست. یک دیگر را دوست نمیداریم، تنها حرمت میکنیم. حرمت میکنید ها؟ تنها برای حرمت کردنتون توی میکنید یعنی؟ ما فتیه نمیکنیم. کی است آنجا؟ یکی انگلیس باشد، یکی مرا دیده باشد، یکی داملازی باشد. یا خدای من چی کار کردم؟ در اطرافمون هیچ کس نیست. زاغیسیو، من بسیار میترسم باز یک کس مرا نبیند. شما روید در یکان جای دیگر وام میخوریم. ملش لازم نیست خانم زهرا، من اینجا تنها برای با شما خیر خوش کردن آمدم. برای خیر خوش آمدید؟ التماس این خیل نکنید. گوش کنید، وضعیت رو مشکل تر نکنید خانم زهرا. شما عرض شونده داملازیا می باشید و حتی با نزدیک اویلدار می شوید. اقلا نقابتون رو برارید، یک بار رویتون رو بینم. این لازم نیست. خوب شما مرا از یادتون برارید. با شما خوشبختی خواهانم خانم. زاغیسیو رفت. زاغیسیو داملازیو با من موافق نیست. این نیست، آن نیست. گویا که زیا در حق تو مرده باشد. یکم کسی ده باشد. عجبا
این شب چی بود؟ زهرا آرام باش، آرام باش، آرام باش، آرام باش، آرام باش. آرام. اگر ملیس میدید همراه آوازا میکرد. زیو جان، دوملو زیو که خوب کرده است، چون که سحر باید نماز خواند. خوب نکرده است، خوب کرده است، خوب نکرده است، خوب کرده است. بله. آی، یکون کسی دیگر دیده باشه چی؟ نه من این شب رو بیت گذرانده نمیتوانم. سلین جان خفه نشم. الو سلین بسیار عذر میخواهم که تو رو از خواب بیدار کردم، اما زهرا جان چی بود؟ خواب بودم. سلین جان عاجلا به اینجا اومدنت ضرور است. مایلش عزیزم پگاه میایم. سلین جان عاجلا به اینجا اومدنت ضرور است. بعضی چیزهای مهم رخ داد که من باید به تو بگویم. خواهش میکنم زودتر بیا. تمام. مایلش حاضر میایم. زودتر بیا جونکم. خیر. این جوان ما رو پایده ایستاده است. خدا شکر است. هی سامی، تو مگر اونقدر با عقل هستی که من رو پای میبری؟ سامی یوسف، شما در اینجا بودید دوملا؟ از سببی که من در اینجا کار میکنم وقتی من رو در اینجا دیدنتان باید حیران نشوید. شما تنهای دوملا؟ نه تنها نیستم، خدا با من است انشالله. با فکرم نماز خونده ایستاده بودید، ناراحت کردم، بخشش زیاد. آقای سامی با فکرم شما شخصی نمازخوان رو هیچ ندیده اید مگر من نماز خونده ایستادم. چی وای بخشش چی کرده ایستاده اید؟ تسبیح گردانده ایستادم. تسبیح گردانده ایستاده دوملا. بخشش زیاد من به اجازه در اومدم. آقای سامی و اینجا با اجازه نمیدرویند آخر و اینجا آدمان به اجازت کدام وقتی که دلشون خواهد میدرویند. بخیر است. کدام شامل شما را با اینجا آورد؟ بخیر. در اصل من یک رفیقم رو دیدنی اومدم. برای دیدن یک رفیقتان اومدی؟ چه خیلی رفیق است؟ برادری نقابدار. نقابدار؟ با خدا آقای سامی اگر خطا نکنم شما با جای خطا آمده اید. در اینجا یگان نقابدار نیست. با اینجا آدمان با نقاب نمی آیند آخر. کسی که با اینجا با نقاب آید نقابش رو کشیده می در آید. دوملا شما ما رو خطا فهمیدید. من درباره نقابی غیر ریالی گپ نمیزنم. درباره نقابی گپ میزنم که با دست بسر میکشند. با خدا آقای سامی در جماعت ما شخصی نقاب پوش نیست. خدا توبه آدمی نقاب دار. لیکن من باره اول از شما میشنوم. شما این رفیقتان رو در کجا گم کردید؟ آخر من پای برده ایستاده بودم. دوملا اینجا یگان برآمدی دیگر دارد؟ یا توبه، درآمد و برآمد انا همین در است.
یا خدای توبه، آخر در اومدنش رو دیدم و پس معلوم بشود که خطا دیده اید. چه خیلی که میبینید در اینجا بغیر از من دیگر هیچ کس نیست. یا خدایا، در یک لحظه کجا گم شدیم؟ دوملو خفه نشوید، برای ناراحت کردنم با شما عبادت های خوب خواهانم. شب خوش. شبت خوش. روباه مکار. آقای سمی دوستم، من مراق کردم. خوب تو چی خیل است؟ با راحت خوب کردم میتوانی؟ این رفت نقاب دارد رو از کی بود تعقیب میکنی؟ چی خیل؟ نه دوملو، نه من خوب هستم، احوالم عجیب. نه خوبم گفتن این خیل بپرگویی نکن. وقتی که این خیل از روی حسیات ها دل شکسته میشویم، این خیل ناکامی ها روح میدهند. معلوم است که دل شکسته شده. چی شد سمی؟ سلین گپتا نگرفت؟ سلین؟ آخر این خیل نکن. من میدونم که نسبت سلین چی حسیات داری. چه خیل حسیات زیاد لو سلین؟ چونه نگوی سمی. زورو سلین رو با تو یک جای نکرده ایستاد. از کجا برآوردید زیاد لو؟ یگون علاقه نداره. سلین مثلا معقول است. من اونها رو یک جا کرده ایستادم. تمام؟ زیادلو در اصل از کجا برآوردی نمیدونم، مگر زهرا به تو گفتم؟ نه، وقتی که تو درباره رفیق نقاب دار گپ زدی من برای این موضوع رو توضیح دادم. حالا خوب هستی؟ کمی سرت آرام شده؟ میگذرد. همه اینها میگذرد. چی میگذرد دوملو؟ تو چی میگویی؟ من نفهمیدم. دوستم تو خواطر نشو، واهمه نکن، آرام باش، میلش همش میگذرد. اگر لازم باشه من با تو دعا میخونم، اما پیش از این تو رو با بیمارخانه برم. نه زیادلو، من بیمار نیستم، بسیار خوب هستم. زاغی سیاه هست کو و تمام محل درباره او گپ میزند. من او رو دیدم. یا خدایا توبه. این زاغ سیاه رو همه میبینن، یک من نمیبینم. چه خیلی در کجا دیدی؟ چه خیلی دیدی؟ نمودش خیلی است. دوملو بعد میفهمونم. میلش خیر، شبای خوش. شبت خوش. زهرا باز به من درو گفتی ها؟ ای سلین، سلین چی کار کرده ایستاده؟ خوب دارم، برخیز از خوبه. زورو ایست، من بسیار موندم. 5 دقیقه چشمونم رو میپوشم بعد میخیزم. ای سلین گوش کن، مرا اول فهمون بعد خوب کن. زورو جون تو فهموندن گیر، با خدا من گوش میکنم. زاغ سیاه آمد. چه خیلی یعنی؟ حیران شدی ها؟ بله خیر آمد آخر. سلین باری اول از نزدیک با خوردیم، صحبت کردیم. خیر زاغ سیاه به تو همه چیز رو میفهمونم گفتم. همش رو فهموندی همین طور؟ قسمت چی معنا دارد؟ این خیلی قسمت یعنی مجبوری اویره دار شدنم رو فهموندم با دملازیو. خیر بعد خیر و خوش کرد و رفت. ها چه؟ سلین من به تو میگویم که زاغ سیاه آمده بود، بعد از اون خیر و خوش کرد و رفت میگویم، تو باشه ها میگوی دیگه هیچی نمیگوی. من دیگر رو نمیبینم. به خدا زورو جان نبینی بسیار خوب میشود برای تو، اینش بهتر است. توبه توبه. اما من باید بدونم که او کی است سلین. شاید او عشق حقیقی من است. سلین وقتی که ما در روی حولی گپ زده ایستاده بودیم کسی ما رو دید. چی؟ یک صدا شنیدم. ملیسیو که دوملوزیو بودنش رو نمیدونم، لیکن اطراف رو دیدم هیچ کس نیست. اگر دوملوزیو باشد وضعیت رو میفهمونی، او میفهمد و خواب میشود. اما اگر میلیس باشد میموریم. اگر یکی میلیس می بود که همه را آوازه میکرد. یکی دوملوزیو باشد. با خدا این رو باید در وقتی با زاغی سیاه گپ زدن فکر میکردی خانمی کوچک. باز در عرفه فاتحه. فاتحه؟ تو نمیدونی البته چی ها شد. بابایم وقتی که استولین در برای زاغ سیاه آوازه ها رو فهمید در حال فاتحه میشود گفته مرا تنبیه داد. اینه بعد از این باشد نکاح میکنید میگوید. زهرا یکی در حولی دیگر کس چی ما رو دیده باشد. شاید تولین باشد. مگر بوده نمیتواند؟ او بوده میتواند. نه او بوده نمیتواند. تولین اگر میدید مثل دخترش
خونه را به پایش میخیزون. خیر نباشد دومولوزیو است. ای خدا نشانه دهده. زورا جون اگر یگان کس دیگر میدید خوبتر نمیشده؟ ای تو چی گفتن میخوایی؟ روی شد بگو. با فکرم زورا جون باید سحر پیش از همه با دومولو گپ زنون کنی. شاید یگان چیز رو دیده است، فهمیده است. خوبم اومده ایستاده است. توبه توبه. گربه بوده؟ گربه بود. ها گربه است گربه. این زاغ سیاهش کیست؟ چرا نقاب میپوشد؟ اگر زورو دومولوزیو رو دوست ندارد چرا اویلادور میشود؟ چرا زورو گفت که برای اویلادور شدن مجبورم؟ چی جای مجبوریش است آخر؟ اینجا چی ها شده ایستاده است؟ من این دختر کجای دیدگیم هیچ در یادم ناآمده است. کی باشه؟ برادر چی شد؟ از رویت گل میبارد؟ بخیر است؟ کارها برار گشته؟ دروغ گفته است. دروغ گفته است؟ چی دروغ گفته است؟ گفته بود که سیلین رو با سمی دوست کردنی. همش دروغ بوده است. سیلین رو با کی توغلی میکرده است؟ با تو. به خدا؟ آها در اصل دختر زیبا است، اما من این خیلی دختری سبزینه خراب رو دوست نمیدارم. دختر باید کمی فربه باشد، سفید روی باشد، آغوشش گیری. شوکت برادر من گپایم رو به خودم میگیرم. مدام وضعیت این خیلی است. من ینگه زهرا رو در اشاق سمی دیدم. به این چی میگویی؟ من هم نمیدونم. این رو پاگو از او میپرسم. مایلش این پرابلم ای شما، من کار ندارم. همین دختر هم میشناسی برادر؟ شکیره. منم گفتم که همین زن رو کجای دیدگیم. این زن یک فوتبالیست هست. این حال را بین. در حقیقت از خانه رانده شدم. در این سن و سال حیاتی بزنی دارم. اونال تو مگر با این حال گرفتار می شدی ها؟ جواب ده زنک جان. بیا جواب ده زنک جان. جواب ده عزیزم. با تلفن جواب ده عزیزم. با تلفن جواب ده. چرا جواب نمیدی؟ جواب ده. تا کی از تو ازم بکشم؟ ای پس آخر. بس تو با کدوم رو با من زنگ میزنی اونالا؟ زنک جان تو ابرویمون رو به زمین زدی، ما رو شرمنده کردی، قهرمانی ساخته برامدی. حیف بر تو بود. اما زنک جانم من رو زنک جانم نگو. گوش کن عزیزم. تو را بسیار دوست می‌دارم. من به تو زندگی کردن نمیتونم. زنک جان جانکم خاموش کرد. آه لوینت، آه کلتکیلاس، مرا ماو کردید احمقا. ماو کردید. حیات آینه داریم را ماو کردید. قاتل آینه داریم شمایید. لوینت درا. ممکنه که چی میگویی؟
عریضه از کار برآمدنم سر دارم. حقتون را حلال کنید. در جای پیشینم رفته کار میکنم. راو کجای میروی براو؟ آیلم از پوش تو مهم شده ایستادد. فهمیدی؟ خداوند نگهبان تو باشه. با خدا میرم. سلام، روز بخیر. من هم برای صحبت کردن به نزد شما آمده ایستادم. همین خیر. من هم آمدم که با شما صحبت کنم. همین خیر. خیر، شما اول گپ زنید. نه، اول نوبت زن. نه، مگر این خیر ممکن است اول شما. نه، ما زنها را حرمت میکنیم. دومولو، مرحمت. نه، اول زن بعد مرد. مرحمت. نه، آخر شما دومولو هستین. مرحمت. از روی احترام. بازار سیاه یک جای بودی خوب بودی. بعد دومولوها حرمت بود است. مگر خیل رواز خانم زهرا اول نوبت خانمون است. گفزن آخر بر میگویی که به من دومولو ناحرمتی میکنی. مرا محلگی ها چی میگوین؟ دویم همی خیل میگوین. مرحمت، من شما رو حرمت کردم. گفزنید. نه، اول شما. سرم رو ویران کردی. گفزدنی گفزن آخر. این را بین حالا هم خاموش است. زبانت رو خوردی. گفزن آخر. حالا ایست تو. منش من مرحمت. شما اما من آخر گپم را نبرید. آخر بخشش مرحمت گویید. اجازه دهید میفهمونم. آخر یا خدا اول من خانم هم همین رو بگوید. باز گپ میزنم گپم را میبرید. جوانان چی گپ است؟ چرا بحث میکنید؟ زن التماس کن شود اینجا. او در بین جنگ زن و شوهر نباید بروم. میدونم. خیر مالش، من رفتم. دومولو، در اینجا صحبت کردن نمیتوانیم. اگر خواهید در یکون جای دیگر صحبت میکردیم. درست، با یکون جای دیگر میرویم. مرحمت. اول شما مرحمت کنید. نه، اول زنها. پیش درو. امروز شما با دست چپ خستید. مرحمت کنید. خدایا. بله دومولو، شما را گوش میکنم. زهرا، برای شنیدن گپ‌های من تیارید؟ تیارم. مرحمت. انا اون قهرمانه که با شما معقول است کن. دومولو، من به شما گفتم بین ما یک مناسبتی وجود ندارد. نامش چی بود؟ سیاه؟ زاغ سیاه. ها، با نام الله زاغ سیاه منم. چرا میخنده؟ با خدا که منم. ناممکن است. چی خیلی ناممکنه؟ چی خیلی ناممکنه؟ نبین همون قد و بس، همون اندام زاغ سیاه منم. فهمیدی مرا؟ زاغ سیاه از شما بسیار فرق میکند. کجاش فرق میکند؟ زیبایی او دیگر است دومولو. قد و بستش بسیار زیبا است. با نام الله زهرا زاغ سیاه منم. آخی چی میخندی؟ این ناممکن است دومولو، ببخشید. منم ای دختر، منم میگویم. شخصی که با تو معقول است این منم. بس از زاغ سیاه هم منم. با تو عاشق هم منم. گفتم و خلاص شدم. چی میخندی؟ یا توبه. چی زاغ سیاه با تو معقول است؟ همون آدم من هستم. با خدا منم. در گم شوی. بله دومولو، شما رو گوش دارم. چیزی گفتنی بودید دومولو؟ خانم زهرا، چرا با من دروغ گفتی؟ من چه دروغ؟ من به شما دروغ نگفتم. دومولو، یا که دین شب در روی حمله شما بودید؟ دومولو، من لطفاً اول یک بار مرا گوش کنید. بین من و زاغ سیاه یگان مناسبتی نیست. تنها یک صحبت کردیم. گوش کنید. پیش از خانم زهرا، از کجا برآمد این زاغ سیاه؟ آخر شما دیگر با او بو نمیخوردید که این خودش چی گفت؟ گوش کنید خانم زهرا، الکی وقتی آن رسیده است که خودتان را اصلاح کنید. از یک طرف به گوشم آوازه ها درباره زاغ سیاه می آیند، از طرف دیگر ماجرای باسمی داشته اتان. دومولو، ما با سمی یگان مناسبت نداری.
چند بار به شما گویم این رو؟ سیلین رو با سمی دوست کرده نبودید که این خیلی گفته بودیدن؟ این دروغ است. مرش من دروغ گفتم. اما شما چه خیلی که فکر میکنید اون خیلی نیست. داملو با من باور کنید. نه زهرا، در حقیقت من اکنون با شما هیچ باور نمیکنم. داملو جان گوش کنید، بس همی پول قرض لازم بود. خیر، من باشم به او قرض میدهم گفتم. او باشد از خرسندی مرا با آغوش گرفت. همین قدر تموم. خدا توبه، برای آغوش کردن چقدر قرض داده که این کار را کرد؟ $500,000. چی؟ $500,000؟ خانم زهرا، در کیسه ما یک تین نیست، اما تو دلارها رو به کسی دیگر میدی ها؟ آدم تنها با دوست داشتهش اینقدر پول رو میدی. داملو من به شما 1000 بار گفتم با سمی تنها دوست هستیم. چرا فهمیده نمیتوانید؟ تنها دوستی. متاسفانه باور نمیکنم زهرا. باوری که به شما داشتم شکسته شد. در فاتحه هم اگر این خیل کردنی باشد که میدوند بعد اویله دار شدن چه ها رخ میدهند. خفه نشوید، من بازیچه شما نیستم. این بازی رو خاتمه میدهم. بیا تو چی ها گفته ایستاده؟ شما مرا هیچ نشناختید. این چه خیلی گپ است. بازیچه شما. من نمیگذارم که کسی در شرف من چنین گپ زند. اگر در اصل چنین باشد، به فکر من تمام شدن این بازی خوبتر است. ای بست. خانم زهرا، یک دقیقه مرا سر دهید، خواهش میکنم. زهرا چی شد؟ چرا گریه میکنی؟ یک طرفی است، من درایم. داملو کمی آرام شود بعد گپ میزنید. کار تو چی؟ از پیشم دف شو احمق. چرا زهرا رو غمگین کردی احمق؟ یا اینکه زهرا رو سخت پرسپوز کردی؟ گوش کن عبدالله، از زهرا دور شو نباشد او حالت را بد میکنم. روز بخیر. اشتهایتان خوش آمده داملوزیا. خوش باشه. روز بخیر. خوش باشه. داماد چی شد برایت این خیل؟ بخیر است؟ نه، کمی خون خوردم به فکرم. چیزی نیست، کمی ناراحتم. اما با احتیاط باش، در وقت توی این خیل بیماری ها نشوند. میگذرد البته. خیر، چی کردید؟ چی رو چی کردیم؟ توی را بازورا یگان توی خانه را جستجو کنید آخر. روزهای نزدیک پیدا میکنیم البته. میگویم که تمام خیش و دوست و اقربا را دعوت کنیم ها؟ اوای مانند چکل گویم یگان چیزی عادی نباشد، یک جایی باشد که برای دعوت شدگان بسیار زیبا باشد ها؟ بله جناب، بله. دامولوزیو مصرف رو شما فکر نکنید. چخیلی که میدونید فاتحه رو از طرف دختر دار میکنند. راحت باشید. تولین زنک چخیلی که گفتم بسیاری میشویم. برای شما برای این یک مکانی زیبا میابیم. ما یک عائله کلان هستیم. در اصل جناب من این خیل کارها رو آنقدر نمیفهمم. زهرا چیزی گوید قبول است. پدر جان، یک دوستی من تشکیلاتچی دعوتی توی ها می باشد. اگر اجازه دهید فاتحه زهرا رو من با عهده میگیرم. تو با این عائله داری زید بودی، چی شد ناگهان؟ مگر این خیل می شود در حالی که شما هستید، در حالی که دامولوزیا و زهرا یک دیگر رو دوست می دارند. گپی من مگر قدر دارد؟ یعنی من آخر زهرا رو فکر می کنم.
بیچاره دخترک یتیم و بی‌پرستار کلان شد. باور کنید خرسندی او را مانند شما من هم میخواهم. بسیار خوب گپ زدی. سلامت باشید. حالی رو هم دعوت کن، او هم یاردم کند. میلش یک جای یک تشکیلی زیبا کنید. میلش پدر جان. مادر برای زهره رو خانه دار کردن چه کارهایی نکردید؟ اگر شما رو نمیشناختم باور میکردم که به زهره خوبی میکنید. میلیس دخترم تو چی ساده هستی؟ عقلت رو کار فرما. بعد از فاتحه توی میشود. وقتی که زهره اویله دار میشود همه به دست تو میگذرد. میلش حاضر میایم. منم سردار. در آمدن ممکن؟ خوب هستی؟ دیشب سیلین اومده بود است. او رو دیده نتوانستم. اومده بود بر وقت به آفیس رفت. با یک نفر بخوری داشتیم روز. زهره جان کمی صحبت کرده میتوانی؟ نمیخوام. بیا رفتیم خوراک میخوریم. ایست کمی به خود اوی باباید تو رو این خیل نبیند. اولم بد است. این رو بینوش کنی؟ بینوش. تشکر. کمی خنده بکن. ها انا این خیل بخیر است. چی شد؟ چرا این خیل شدی؟ حالم بد است. وقتی که کسی به من مهربانی میکند در این حالت باز هم بدتر میشوم. از سبب فاتحه؟ میشود که چگونه عشقای بزرگ در عرفه توی فاتحه با آخر میرسند؟ نه با این علاقه ندارد. بیا این رو گپ نزنیم لطفا. زهره جان لطفا میفهمونی؟ آخر من دوستی تو نیستم. وقتی که تو رو غمگین میبینم من زیخ میشوم. سمی لطفا خاموش شو. گپ نمیزنم. میلش پس یک چیز میپرسم. گرچنده جوابی میگرفتگیم خوب است بعد است نمیدانم. انا این میلش نمیپرسم. بگذار ماند. سمی سفسته نگوی بگو لطفا. یعنی سبب بحث شما با قرضی که به من دادی با اون علاقمند است؟ میدونستم البته که نیست. سمی این بابای قرض علاقمندی نداره. آخر همش آمیخته است. لطفا گپ نزنیم این رو. میلش دیگر گپ زدن نمیخواهی. اما کدام وقتی که گپ زدن خواهی من طرفداری تو هستم. میدونم. رحمت. علاوه بر این فراموش نکن که سالها هم گذشته باشن من تو رو فراموش نکردم. زهره هیچگاه فراموش نکردم. احمق. آنها هم این خیل بیخم به تو بسیار میزبد. بیا خیر انتظار هستیم. حالی آمده ایستاده است. آمده ایستاده است. در راه است پدر جان. در اصل به خانه آن قهرمان ساخته باید هیچگاه نمی رفت. آن آدم را حیاتش دروغ است. دامولا؟ لبه دروغگویی بسیار گناهی عظیم است. البته جناب. یعنی دروغگویی جناب گناهی عظیم است. من هم آدمی دروغگوی را بسیار بد میبینم. باز میگن که دروغگو دشمن خداست. زهرا بخیر است؟ خاموشی؟ نه بابا جان هیچ چیز نیست. نه چیزی هست. تو از من پنهان کردن نمیتوانی. بین چیزی گفتن نتوانستی. فکر نکن که به چشمم نمیتابد. کنی به من نگاه کن. چی شد؟
نه بابا جان، تنها و کمی خوابم را نگرفتم، از همین سبب. اما که اکرم راست میگویند، چیزی هم نخوردی زهرا؟ اشتها ندارم سمی. زهرا چرا اشتها نداری؟ بگاه بسیار خوب بودی، حالا باشد چی شد؟ پدر جان، دختر رو مجبور نکنید. حالا در وقت فاتحه در هیجان بودگیست. سمی نمک رو به من میدی؟ مرحمت. با اجازت شما برای صبحانه تشکری زیاد. خیر جانم. روز بخیر. به شما هم داملا. خیر داملا. چیکار کردی کیلاس؟ با زهرا گپ زدی؟ کاش که گپ نمیزدم، کارها رو برباد دادم. آقای اکرم آخری هفته ما را توی میکنه. من باشم عروس رو خفه کردم. چه؟ باز قصه ها؟ برادر تو انسانی عجیبی بخدا. حالا هم باز به خودت رشک میکنی ها؟ ای بیا ما شوکت. با بیمارخانه رفته با اون امام سر و کار گیر. اگر به مسجد بیاد کارها برباد میره. مالش برادر. سر و کار میگیرم اما چی خیر؟ از کجا دانم رو پای برا خیر. اگر به محله بیاد به من خبر ده بر وقتر. از زود شو شوکت. خبیشه ترا پاپوتی توماسیشتا برام بعد هم خمیرم بالیسه. صبر کن سلام رو گیرم. دیر نکو که من میرم. سلام علیکم. کجا شدی حالی؟ تو با آن آدمی نمیشدنی شب را چخیر گذراندی ها؟ چرا دیر موندی؟ او زنگ زده ایستاده است ها؟ داری به من ده؟ زنک جان تلفن را خاموش نکره، یک لحظه مرا گوش کن، فقط گوش کن. به تو حیات برای من معنی ندارد، مرا فهم. بین کسانی هستند که خوشبختی ما را اصلا نمیخواهند. از همه اساسیشون بابای یک رواد. هیچ وقت مرا اهمیت نداد. از دستم اومدگی کارها رو کردم، کوشش کردم. من بابای یک رواد هیچ وقت مرا دوست نداشت. این را تو خوب میدانی. بابایت هیچ قدرم نکرد. اما برای غمگین نشدن تو راضی نبودم. اون رسم را پیدا نکردم، گفته نتوانستم. اون وقت من چنان فخر میکردم که حقیقت را گفتم هرگز نمیشد. میفهمی؟ تو را بسیار دوست میدارم علی جان. من تو را دوست میدارم. جناب اکرم مرا گوش کن. دیگر روی حلی را نمیبینی. دروغگوی احمق. در آخر او هم سیمای حقیقیت را دید کو. آقای اکرم من حلی را دوست میدارم. شما ما را جدا کردن نمیتوانید. گیر. این کار تمام شد. با ادوکات گپ زدی؟ چرا بابا؟ چرا؟ از آن شخص جدا میشوی؟ بابا جان لطفاً سرم درد دارد. شما باز فشار نآورید. همین خیلی سرت درد دارد؟ پس من چیزی میگم که سرت را خوب میکند. زهرا را توی میکنم. چرا من خبر ندارم؟ از یک جهت ناگهانی شد. خفه نشو. در این توی هر دوی شما مسئول هستی. تمام. بعد از توی باشد با اونل دیلای جدا شوی میکشایی. تو توی میشود. ما عاله بزرگ هستیم. مالش زرو جان، من به کارخونه رفته ایستادم. اهم بله، یعنی به فکری من هم هر چی زودتر باید آغاز کنیم. مالش عزیزم، تا باز دید. بای بای. خانم سلین خوب هستید؟ با شما یکان چیز که شده است؟ دیوانه شده ای چی در داری؟ خانم سلین من در حیاتم مثل تو آدمی دیوانه احمق رو ندیدم.
آخر چرا خودت رو در پیش ماشین میپرتایی؟ نمیفهمم. نه خانم سلی، شما خطا فهمیدید. من با ماشین. تو چرا اینقدر آدمی چسبک هستی ها؟ آدم کمی ننگ و ناموس داشت. بیا عقل گم شو از نزدم. من فقط از این طرفی رو با اون طرفی رو گذاشت میبودم. بخشش زیاد. شوکت واه، برادر تو امام رو دیده ایستاده ای؟ شوکت او آمده ایستاده است. چیکار میکنی؟ گوش کن، من با مسجد رفته جماعت رو با نماز آماده میسازم. تو این رو به گپ گیر. چخیل در گپ گیرم؟ تو جماعت رو چخیل آماده میسازی؟ عجبا این رو چخیل به گپ میگیری؟ چرا مرا میپرسی؟ آخر یگان چیز میگویی؟ مالش از پسی کار شد. برای کار. سلام علیکم بابای شما. بسم الله الرحمن الرحیم. باشه پیش رو نگاه کن، باز در نکنی مرا. عذر زیاد میپرسم، عاجلا یک سراغ لازم است، با من یاری میدهید؟ من به اینجا نآمدم. نه گفته چقدر شد؟ مقصد این که از اینجا نیستم. آخر احمد جان، یا اینکه شما راهتون رو گم کرده؟ نه پسرم، چرا که گم کنم؟ من جای میرفتم رو میدانم. یک دقیقه، تو اینجا نه اومدی، هم جای رفته‌ات رو میدانی یا که تو جاسوس هستی؟ استغفرالله، من امام هستم. مرا از مفتیات به اینجا فرستادن. امام؟ شما امام هستی؟ بله. به خدا عذر بسیار میپرسم احمد جان. دامولا نفهمیدم. این تاقی سرت موده اینم است؟ تاقی ساخته نه؟ بینت رو تاب داده. استغفرالله پسرم، این طور نگویید. این زخم بوده است که درد میکنه ده. من بیا پفوش کنم. محترم جماعت، در یک مسئله شما را هشدار کردنی هستم. روزهای اخیر یک شخص برآمده است که خودش را امام میگوید. با مسجدهای اطراف هم رفته است. در این باره خبردار باشید. وقتی ما را بیهوده نگیرید، من کار دارم، من میروم. آخر احمد جان، شما با من کمک نمیکنید دامولا؟ چه؟ آخر انسان یک کمک میکنه. سراغ پرسیدم جواب نداده. اقلا به سوالهای دینی هم جواب دیه؟ آخر تو کی به من سوال دینی دادی؟ ببینید، حتی این رو پای نبردید احمد جان. بسیار پریشانه، غضبناک میشید. گفته نپرسیدم. خیر، زود سوالات رو ده، جوابش رو گیر. دامولا ببینید، حتی در خاطر نداره. میپرسم و از غضبناک شدن تو میترسم. با چرا غضبناک شوم؟ سوالات رو ده، من جوابش رو گویم. اینه دامولا نمیپرسم. بچم پرس. خیر، من میخواهم فهمم که تو چی میخواهی. پرسم دامولا. آن دنیا خوش، همه ما به آن دنیا میرویم کو دامولا؟ بعد پس به آنجا رفتن در برمون تلفن برده میتونیم. با سیم کارت به سیم کارت فرق نداره دامولا. دوستم، از آن دنیا به این دنیا زنگ زدنی ها؟ دیده دامولا، گفتم راست برام از غضبناک شده. من میروم دامولا. مرا گوش کن. اگر کی تو با بهشت روی چی؟ در بهشت تلفن لازم نمی شود. اما اگر که تو با دوزخ روی، در آنجا تلفن کار نمی کند. از این لحاظ پسرم نیکی کن تا با بهشت روی و به هیچ چیز محتاج نشوی. خدا رحمت کند پدر مادرت را. من میروم پسرم، سلامت باشه. تشکر دامولا. بیا دستتون هم مرا گناهکار نکن پسرم. من هیچ گونه چیز باور نداشتم. پسرم مرا سردی، من باید روم. دامولا خفه نشوید. من میدونم که به اون دنیا تلفن برده نمیشه. چی بکنم؟ محترم جماعت، شخص بی‌ضرر است. از افتش آدم خوب می نماید، اما این خیلی مسجدها را گشته من امام این مسجد می باشم می گفتد. در این باره از مفتیات هم آگاهی آمد. من هم گفتم به شما رسانم. اگر شخصی در بارهش گفتم به اینجا بیاید، بعد رفتار نکنید، دلش را هم نرنجانید. گذارید بیچاره هوسایش را برارد. مالش خدایا توبه، عجایب آدم بود است. لیکن چیکار کنیم؟ دامولا، چون این انسان رو من در حیات هم ندیدم. های چیکار کنیم آقای رج؟ با خدا استاد دلم برای میسوزه. های چیکار کنیم؟ این خیلی آدم هم بوده است آخر. اما احتیاط کنید اگر با اینجا بیاید دلش رو نرنجانید. کسی رو که رنجاندی نمازت قبول نمیشه. دامولا، شما باوری دارید که به این مسجد امام تعیین شده؟ یعنی خطا نباشد گفته پرسید. یا خدایا توبه. تو چه خیلی گپ رو نمیفهمی دوستم. این کارت از روی آداب نیست. خدایا همه بنده های یک نوت رو به نزد من میفرستی. توبه. گوش کن، پیش از تو یک دیوانه دیگر هم مرا گیر گردانده عاقبت فریب داد. سر گران کردیه، من مرا به حال دامولا خفه نشوید. عذر میپرسم دامولا، دردی من خفه مرا خطا فهمیده باشید. عذر. و شما کمک رسوندم، راه نشان دیم.
دوستم تمام یگان بخشش باشد کمبودی داملا. سلامت باشی پسرم سلامت داملا باشی. یک دقیقه حقتون رو حلال کنید. از حلال شیر کنید. چی مادرت بخیر؟ حلال باشد. حلال کن داملا. من رفتم خیر خیر. محترم جماعت سلام علیکم محترم جماعت. نام من عظیم امام این مسجد نو تعیین شدم. اگر خدا نصیب کرده باشد از این بعد نمازهایمان را یک جای ادا خواهیم کرد. شخصی که داملازیا گفت انا همین آدم است. او رو نرنجانید باز. بیچاره در سرش هم بیم پیچانده است. سرش رو در یگان جا زده باشد آقای خلی. احمد جان در اینجا چیکار میکنی؟ احمد جان شما از کجا پیدا شدید؟ مرا صدیه مرا جماعت انتظار است. ما باید نماز را بخوانیم. صدیه ای جماعت یاری دهد صدیه باید نماز کنیم. اگر در نمازی عصر نهایم البته در نمازی شام میآیم. آیسته کنم من میآیم برادرانی مومن. مالش خیر خدا شفا تیه. داملا شما در داخل مسجد بودین شخصی گفته اتون همینجا آمد. عیناً چه خیلی شما گفته نمو خیلی بود از خودش امام مسجد گرفت. خیش اقرباش بالیسه بردنش. بله او هم شفا می‌یابد انشاءالله. شما بد رفتار نکنید تا دلش نرنجه. مالش داملا جان. خدا نگاه کنه. مردم حشر بوده. استاد 10 سوال پرسم. سلطان جان از شما خدمت طلب داریم. دعوتنامه‌های فاتحه، لباس فاتحه، مهمانخانه، تورت فاتحه تا حباب‌هایش تمام خدمت. یانگام بو سلطان камон гап зада истода аст. бале ӯ кист? амак намедонед ташкилотчии машҳури ҷамъият ва тарҳои бисёр ҳам зебо мебошад. از عهده کارش میبراید؟ албатта бобоҷон, яъне масалан шумо меравед барои фотиҳа чизе ки хоҳед аз а то я ҳама чизро ӯ мекунад. интихоб аз тарафи мо мешаваду халос. майлаш султон ҷон хайр пагоҳ омада каме намоишатонро нишон медиҳед. майлаш бай бай. زن چی گفت؟ تا وقتی که ما میخوایم رسانده میتواند؟ расондан чӣ гап худаш падарҷон пагоҳ гӯед пагоҳ мекунад. ای آرس گوش کن اگر اکای کنعان با این دختر دیل بندد کارمون رسوا میشود. من با تو نگفتم این گپ رو ها؟ سردور چی میگویی؟ همین که یک بزن. او چه خیل زنم آخر همه چیز با زدن نمی شود. کمی مکالمه کردن در کار. چه خیلی که میگویند انسان با گپ حیوان با چوب. نمید تو با این احمق کار نگیر. اکا با نام الله من یگام گپ نگفتم. خودش دروغ گفتن میگیرد آخی. نمود من مگر از تو چی شد گفته پرسیدم؟ اکا چینگیز گرد مردک بود ای اصلا اکفیله. سردور این کس رو میزنم. گوش کن حاضر میزنمت که خر بر این دم میکنی. حیوان نو از زندان بر آمدی باز آنجا میخواهی. تو هم با این کار نگیر. ای حیوان من با تو دیگر خیل کم میزنم فهمیدی؟ انتظار شد دمتان را گیرید. خانم سرین آمده ایستاده است. غلاغولا نمیخوام جنتلمن شوید. دویده در را کشو. یک طرفیست خودش چی گپ؟ سلین جان خوش آمده عزیزم. چی شد؟ چی میخواهید؟ درباره یک کار گپ زدن آمدم. درباره کار؟ شما این خیلی رو هم رو گرفته درباره کار گپ زدن میخواهید؟ این چی سفسطه است؟ دختر این چی گپه؟ را بریدنش این چی خیل گپه؟ این اگر شود یک واخوری گرم نامیده می شود دیگر هیچ چیز نیست. لطفاً خانم زهرا با خوردن را در داخل آفیس معقول میداند. من باشم با شما در داخل آفیس نیو در اینجا با خورده گپ زدن خواستم. مایلش چی میخواهید مرحمت؟ خانم سلین برای خودم را با شما خوب فهماندنم. لطفاً با من فرصت دید یک جای یک خوراکی شام خوریم. خوراکی شام؟ من و شما؟ هوا اگر زید نباشید بسیار خرسند میشم. یک چیز رو گویم شما با اینها خوراک خورده میتوانید. غمگینم اما من نمیتوانم. از آنی که با من خوراک شما میخورید با درد دستتون مشغول شوید بسیار خوب میشود.
ای خدا همه کسلی ها به من میچسبند. तुमको भी है खबर मुझको भी है पता اکا کانو हो रहा اکا اکا है जुदा दोनों का اکا خوب هستی؟ रास्ता بگو شه او چی گفت؟ این کارمش میگذرد. مرده کارتا کلاسه اکا بدیل نگیرید، این کارمش میگذرد. مایلش عزیزم، تشکری زیاد. بای بای. فاروق، تو هم مانند نفقه خوران نشی نوخیر. خسته یگون چیز کن. چیکار کنم تولین؟ مثلا برای خودت کاستیوم شیم گیر. از موی سرم کاستوم بروکی زیاد دارم. یا تاش رو میپوشم داخل. عقلت کار نمیکند. فهمیدم. تو امروز بسیار سیرکار هستی. خوبترش از نزد چشمانی تو دورتر گردن. خوب میشود. ای سمی در کجا میگردی؟ چی شد؟ از سحر باز نمیتوبی؟ از خفای کار و بار با خارجه تلفنی یک چند صحبت داشتم. از اونی که در اینجا میمونم اکنون کارهای آنجا رو هم آیسته آیسته محکم کردن لازم است. تو کی اومدی جانم؟ کمی پیشتر اومدم. فاتحه داریم ها، همین طور همه جمع میشوند. البته. در حقیقت من برای این فاتحه بسیار خرسندم. یک فکر کنید زهرا فاتحه میشود و این حادثه در یادی من تا ابد نقش میبندد. تو در حقیقت از زایره دور شدن زهرا خرسند هستی؟ بله، من امیدوارم که او خوشبخت میشود، چون که زهرا به این ارزنده است. تو فکر میکنی که با این آیله داری زهرا خوشبخت میشود؟ زهرا از خرسندی پرواز میکند، مانند شپرک. عمر عشقش مانند عمر شپرک نشود. نمیشود. آنها بسیار خوشبخت میشوند. من این طور فکر نمیکنم. حاله جان، مناسبت های تو بد شده ایستادن کن. مناسبت همین خلاص گفته فکر میکنی. از همین سبب. تو اینقدر وقت چرا به اینجا نمی اومدی؟ در کجا بودی؟ کاش که کمی بر وقت تر می اومدی. گذشتگان گپی گفتند، پیسمات گفتند. اوف، من از نشستن بیزار شدم از سحر باز. کمی بر اومده میگردیم سمی جان. عزیزم بسیار میخواستم و میدونی کار میکنم. مایلش وقتی به کارخونه رفتم به یک قهوه خانه در اومده قهوه می نوشیم. چی گفتی؟ پس من تیار شدم میایم. مایلش انتظارم. من رفته یک زهرا رو خبر گیرم، از حجرهش تماما نمی براید. ابا خوش آمده. از همه گریخته در اینجا نشسته تنبلی میکنی؟ چقدر شد در پایان بودم، تو رو ندیدم. چرا در اینجا تنها نشسته؟ چیزی تو رو ناراحت میکند؟ خوبم اپا. تو چی خیر؟ مناسبتت با یزنم چی خیر است؟ هی زهرا جان، ما رو یک طرف گذار. تو امروز چیکار میکنی که نگاه بزن؟ هیچ چیز، کتاب میخونم. های سفسطه نگوی زهرا، چقدر کتاب خواندن؟ ینگم تیاری گفته دیوانه شده است. بابایم از تلاش فاتحه در حرکت است. تو در اینجا این خل میشینی؟ گوش کن، من از اول به تو گفته بودم اگر در وقتش رفتن نبینی در سال 2016 از همه فاتحه بد رو گذرانده، از همه کلینی بیزیر میشوی. گفتم مانم. ینگم به تو تیاری دیده ایستاده است؟ بله. آی در اصل تو عجیب هستی زهرا. چقدر آرام بوده میتوانی نمیفهمم. به من نگاه کن. وای باداملازیو، در بینتون یگون چیز رخ داد؟ گنده خفم کرد. این دختر راست میگوید. این حالم را بین. البته عیب دارم، مگر من شخصی هستم که رحمم کنند. به چی حال گرفتارم کردی کلتا کلاس؟ ای تو مرا به چی حال آوردی؟ ای کلتا کلاس، قورت جهنم شود. چرا مردی احمقه؟ چرا مردی؟ تو را از مزار برآورده زنده کرده میکشم. نمک مرا پیش قبر کلتا کلاس برید. قبرستان؟ بله، او را از مزار برآورده یک تیر زنم، شاید کمی آرام شوم. نباشد به این حال میمورم. اگه خیلی نکنید من از بودها بسیار بترسم. دمت را گیر احمق، گویا که تو او را میبراری. اگه این کار گناه نیست؟ گناه؟ اگه البته گناه است. او مرده است، چخیل او رو تیر میزنی؟ اگر زنده میشید این دیگر گپ بود.
ба худо гуноҳ аст. эй писар, аз куҷо баромади ин гуноҳ пуно? боз барои ман домало шуда ба фатво додан оғоз кардӣ? аҳмақ ой намик, ту ба ин масъалаҳо кор намегирифтӣ, аммо аз тарсад инро гуфтӣ? нафаҳмидам нагӯӣ боз. аммо гуноҳ гуфтӣ ку? бало занат ба ботинам шубҳае овардӣ. як ба пеши домуло зиё рафта инро пурсем кани гуноҳ аст? орас, моро ба назди домуло зиё бубар. шумо ҳоло ҳам нарафтед? не, мелисро интизорам. зӯҳро чӣ хел аст? хуб нест. ба ҳуҷрааш даромада маҷалла хонда истодааст. аз чизе ранҷидааст. ақаллан ба ту ягон чиз нагуфт? монанди ҳама вақт ба ман ҳеҷ чиз намегӯяд. ба ман ҳам нагуфту. ба фикрам бо домуло зиё каме ҷанг кардаанд. ҷанг кардаанд? он қадар ҷанги калон нест ба фикрам. охир ин хел чизҳо байни дилдодаҳо рух медиҳанд. бобоям барои ин фотиҳа бисёр саросим аст. каме вақт гузарад охир. шояд оиладоршавиро рад мекунанд? хайр чӣ донам. ман аз аввал фикр дорам ки онҳо ба якдигар мувофиқ нестанд. аз ҳиссиётҳои зӯҳро ҳам он қадар боварӣ надорам. домуло зиё одами хуб аст. зӯҳроро дӯст медорам мегӯяд. чӣ донам, бисёр кори мушкил. тайёр шудам. бисёр интизор нашуде? азизам, мо туро интизор мешавем. ту ба ягон ороишу тороишу макияж эҳтиёҷ надорӣ ҷонам. бисёр ҳам хуб гуфтӣ. ту ҷонам аз ҷои хобат хеста рост ба берун баро. зебогии ту зебоии табиист. хайр рафтем, дер кардем. хайр, ба шумо истироҳати хуб. то боздид. биё ҳазрат даста бигирам. қаза шавкат, инҷа биё. ака канон чӣ хел шумо? чанд вақт шуда маҳаллаи мо рафта? чӣ баку хуш омадед? дар вақташ омадӣ. намак илм чунон пеш рафтааст ки духтурон одами зиндаро мурда мекунанд. ман духтур? чӣ баку? ман нафаҳмидам. ягон хизмат кунам ака? хар бар ин хизмат мекунӣ. хар бар ин хизмат мекунӣ. чӣ баку? эй шавкатбой, ҳамин ки туро кушам асабам ором мешавад. куш маро мекушӣ? чӣ баку? ин куштан боз аз куҷо баромад акаҷонам? шумо шӯхӣ кардесен акаҷонам? чӣ баку? чӣ хел шӯхӣ ҳамақ? ту дар ин дунё зиёдатӣ ҳастӣ. ман туро бо дастони худам мекушам. акаҷон, аз дасти шумо бар ин одами ба обрӯ мурдан шарафу ифтихор аст. лекин маро мекушед чӣ баку? бача, ту ба ман чӣ кор карда метавонӣ? ту кисти ки ба ман ягон кор мекунӣ? ту калтакелос дӯсти наздик набудӣ? бале будам. онро кушта натавонистам. ақаллан туро кушам, роҳат кунам. акаҷон, одами мурдаро куҷояшро мекушӣ охир? мурда рафт, аммо зараре ки ба ман расон ҳоло он дар ёдам аст. аҳмақ. ака, қасам мехӯрам ки калтакелас гуфтани дӯст надорам. ман ӯ барвақт вафот кард. ман танҳо як дӯст дорам, ӯ ҳам домулозиё аст. медонӣ, домулозиё маро бисёр дӯст медорад. ту ҳам домулозиёро бисёр дӯст медорӣ. бояд маро ҳам дӯст дорӣ бародар. даматро гир. хамӯш шав. намак инро гиред. дар бари калтакелос гур кунед то дар охират ҳам ҷудо нашавад. кани рогат. як дақиқа, ба куҷо мебаред? маро сарде? ака канон, ба худо ки манам амирӯз пеш то омадани будам, медонӣ? ака шува. охир акаҷон, ман дасти чӯлоқи шуморо дида ғамгин мешавам. охир ба акаи канонҷонам ин ҳолатҳо намезебад. мехоҳед ака дастатон шифо ёбад? намехоҳам, магар он қадар мехоҳам ки шавкат. ба худо ака, ман ҳоли туро бисёр мефаҳмам. ана он домулозиё ҳаст ку? хайр, ӯ дам дорад ака. хонда пуф мекунад, бемор шифо меёбад. пешшӯхӣ мегӯӣ? ба худо ака, як одам пешо карда наметавонид, хондаш ранги фонтан шид. ба худо? бале ака, ӯ ин корро мекунад, аммо ӯ намоишро он қадар дӯст намедорад. шояд ягон сабаб дошта бошад, ман намедонам. рости гап, маро танбеҳ дода гуфт ки ба ҳеҷ кас нагӯям. аммо ман ин ҳоли туро дида нагӯям, виҷдонам роҳат намекунад акаҷон. ту рост мегӯӣ? ака, мардак бори ягон кас то ҳамин рӯз дурӯғ гуфтани мара дидаса? ба чашмам дидам мегӯям, як одам ранги тахи каҷала буд,
همون خون کو گردنش راست شد مردک بریم از دیولا کو دویده میبرد دویده میفرد با خدا اکا برا بخونه همین دست تو سوز نشود که من نومد تو قسم بخور دروغگو خدا بزنه. اما یک گپی مهمی دیگر است. چه گپ است؟ گپش این بزیچو ما گفتن نمیتونم اکا. چی گفتی؟ کنی دور شوید دور شوید حالا ایستا اما گابزن کنی گویی که چی بوده است؟ چلاق چه خیلی گرد دستی پیش مده؟ تو چه ها گفتی است؟ اکا ما وای دختره گفتم سر و سیما نشد یه روز با پنجاش انم خیروی مرا خروشید اکا یا چی بگم؟ انا چیه؟ دوملوزیوه کو چند قدره که پول زیادش بتی کو همون قدر دم و نفسش زیادتر بلندتر می شود دمش در افایده میکنه. دوملوزیو؟ بله اکا. ای بچه تو مراسیت کنی من تو را غرقی پول میکنم غرقی پول. اما اینگه بین خودم مموند میلش چند پولتی؟ آه اکا این چه سوال است دیل چند قدره که کشد هم قدر بتی مهم سلامتی است اکا جان. سلامتی باشد همش میشه. بخواه تو چی کار میکنی ای بچه؟ اکا خفه نشد دویده ای نو پرویده ای میگم ای روسیا اما پولی داده اکا کنعان رو شمردن عیب است. رحمت اکا جان. خیر اکا جان وقت رو صرفه نکردم من رفته دوملوزیا رو خبر دیم شما رو نجات دادم بازیم است. میل شکره. اما اکا باز درباره پول به دوملوزیا یکون گپ نزنی که فهمت اصلا دم نمیکنه. گفتم اونم من میدونم او شخص قانونی است نمیخونم. تو خواهتر نشو دوملو مرا خونده دم کند دوستم من تو را غرق پول میکنم غرق پول یا تابا تو خواهتر نشو. خیر نباشد که من رفته در این باره با دوملوزیا صحبت کنم اومده خونده دم کنم. اما که بسیار مهم دوملوزیا درباره پول عموما هیچ چیز نفهمد. نمیفهمد گفتم یا بین خودمون. سلام علیکم. او دوملوزیا نامش رو گیرو یک دقیقه دوملوزیا. خوش آمده دوملو. در کار نیست آقای کنان. من آن مسئله را با دوملوزیا گپ زدم در اون باره معلومات دادنم در کار. دوملو شاکت اینجا است؟ برادر او را گفتم که دوملوزیا تو رو میخواند دست از شفا مییابد. شاکت تو مگر عقلتو خوردی چرا این خیلی وعده میدی؟ برادر این کار رو مگر برای راحت کردم. او گفت که میکشم در چشمانش مرگ رو دیدم. اگر او گوید میکشم میکشد. ای شاکت من خدا از مجبوری کردم اخی. رفتیم کاری دنیا به همین ما و شما هم بود میشود. شینه خوش اومده. سلامتی سوزه خدا با شکر خدا. ما همین سه بار اومدیم در خونه نیفتیم در کجا میگردید امید همون زمینای شما هم با همین درو کنیم پرچم. الله زنه یا اوقات که زنه نه اکای سندیتیموز اوقات با خود در کار نیست. با چی با؟ نم یک پیاله چای میگیریم میخیزیم برای که زمینو موندگه دوست پس هوای خیلی نیست. یک چوینک چوی همون چوی آوردگیم یک تدم که بیارم چوی همون کس کن اکا جا زمین یک کن نوبت خدمت تو بیا ما نوبت پابت بازی ندمو اول نوبت هم بس اوکی امیر ما دینا مصلحت کردیم ما دودری ما و دینا دارم پیش ما برادر گوش کو همین زمین آیا لب همین سر میشه یا رفتن دیگه برادر فهمیدم به همین جنجال کنی اومده شما با جنجال نکردم همین دینا یک چوی بهترین آوردن. خب یک پیاله چوی میزنیم مسئله خودش کنی همون چوی کنی زنه جا بیا صدقه بیا میدونی گپ چی درست چوی بیار من میگم نصیب باشن تیز همه چوی تمام از یک چوی تعریفته بیار تو یکم پیاله بده بخوریم کنم چوی تعریفته نوشیدوانه من؟ زنه
کنه اکه aldin? چی تام داره؟ انا چوی تعریفی مو اینا که جوره خانم شما ده اکه شما ده کنه رحمت باش گیره خیلی خوش اومده برادر عزیز گیره خوش اومده برادر زنگ همون گوده که گیره پیش و یکی بود یکون چیز نجیخه چون خیلی بود کیش ده پگوی گرفتی چویا؟ چویا پگوی؟ چویا دینه زنگ جون همون گوده که گیر وستونو بعد بکو یک اوقتا که سبوخه کنی ادو کچکه بکی نه یکه دکو نیست هم خود دکو نیست چای خوبو؟ آها تعریف کرده با درجه تعریف کرد که همیا بوی غلیظ داره یک بوه که میکنه یک خطون یانوشه یه دینه باید فروشه یا بروشه اینه خدت بنده یا با تعریف کرد که دینه همین اینه بنده یا برو دینه ما خورده اینه دیدی اینه همین فروشنده ها بوار که برای همین برون به سعودی رو و گفته تمام میگه پا قسمای دنیایی رو میخورن که همین بار به سعودی رو بده چوی خیلی اگه دینه مو همین قطعی اویلم چوی کردیم خوردیم به مزه بود ایه میمونو میبخشه اوچی حاجی مراد نه که چوی مدام کرده